محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه‌های کشور به رادیو آزادی زنگ میزنند و میگویند و مینویسند که شب 7 به 8 مارس همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالا آنکه بر اساس ریجه تعیین کرده مقامات ساکنین روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ساکنان بسیار محله‌های شهر کلوب شب گذشته برق نداشتند و فقط صبح 8 مارس برایشان 1.5 ساعت برق داده شد. در ناحیه‌های اطراف کلوب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه مومن‌آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه‌های شهر توز، واسه، همدانی، یاوان، خراسان و دیگر ناحیه‌های ولایت ختلان هم میگویند شبانه روز گذشته همگی 1 ساعت برق داشتند. در شهر باختر، مرکز ولایت ختلان، ساکنان 4 ساعت برق داشته‌اند. به جز منطقه ها در پایتخت تاجیکستان دوام 10 روز اخیر مردم از کمبودی برق شکایت میکنند. آخر ماه فوریه نوبتدار شبکه‌های برق شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت دستور گرفته‌اند که انتقال برق را به نوبت در محله‌های پایتخت قطع کنند. مسئولین رسما جاری شدن لیمیت در پایتخت را رد کردند. اما ساکنان گفتند هنوز هم انتقال برق در محله‌های شهر دوشنبه قطع می‌شود. تأمین اهالی با برق یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبودی آب در آبانبارها، تعمیر تجهیزات، صدمه و یکباره زیاد شدن استفاده برق را از سبب‌های کمبودی برق در کشور می‌گویند. اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبودی آن در داخل کشور شده است.